مرکز مطبوعات دادستانی کل روسیه روز 7 دکامبر خبر داد که این نهاد پرونده جنایتی ضد 5 زاده تاجیکستان اساجان سیفوف، اوبیجان مایوسوپوف، عبدالله خولزاده، اسفندیار سلیموف و حاکمشاه میرزایف را برای بررسی به دادگاه شهر مژایسک ولایت مسکو سپرده است. این 5 نفر بر اساس قسم‌های 4 و 5 ماده 228 کودکس جنایتی روسیه به قصد فروش مقدار بزرگ مواد مخدر یعنی 34 کیلو هیروئین عیبدار می‌شوند. مرکز مطبوعات دادستانی کل روسیه در شرح این پرونده گفت بنا به فرضیه تفتیشات از ماه مای سال 2019 تا ماه مای سال 2020 سیفوف، مایوسوپوف، خولزاده، سلیموف و میرزایف که در روسیه منبع‌های قانونی درآمد نداشتند در حیات گروهی متشکل به پهن کردن مواد مخدر هیروئین مشغول شدند. فروش مواد مخدر توسط مخفیگاه‌ها در ولایت‌های گوناگون روسیه از جمله در حدود شهر و ولایت مسکو و کشور ستاوروپول برآمده شده بود. در جریان چاره‌بینی‌های فوری جستجویی و عملیات تفتیشاتی کارمندان پلیس از این نفران بیش از 34 کیلو هیروئین دریافت کردند. بر اساس قسم 4 ماده 228 کودکس جنایتی روسیه به این 5 زاده تاجیکستان از 10 تا 20 سال زندان و بر اساس قسم 5 این ماده از 15 تا 20 سال زندان یا حبس عمرباد تهدید میکند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای آخر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است. یک قسم اعظم این مواد مخدر از جانب قاچاقبران با استفاده از قلمرو ازبکستان به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان انتقال داده می شود. تا 1 ژانویه سال 2021 در محبس‌های روسیه قریب 7000 شهروند تاجیکستان ادای حکم می‌کردند و بیش از 1200 نفر دیگر تحت تفتیشات در بازداشتگاه‌ها قرار داشتند. بنا به حساب‌های غیر رسمی تقریباً چهارک زادگان تاجیکستان در روسیه برای دست داشتن در جنایت‌های مربوط به قاچاق و فروش مواد مخدر پشت پنجره انداخته شدند.